کی گفته سحرخیز باشی 5 صبح پاشی موفق تری؟ همش به خاطر روانشناسی زرد و انگیزشی است. باشگاه 5 صبحی شاید واسه فکر و ذهن تو یه شکنجه باشه، نه موفقیت. سالهاست ما با این جمله بزرگ شدیم که روزی رو صبح تقسیم میکنن. اگه صبح زود بیدار نشی هیچ چی نمیشی، به درد جامعه نمیخوری، اصلا کلا به درد نمیخوری. علم کرونوتایپ میگه ساعت درونی متفاوتی داریم ما آدما. یعنی ساعت طلایی تو برای تمرکز و یادگیری و خلاقیت قطعاً با بقیه فرق میکنه. به 4 دسته تقسیم میشن. 1. شیرها سحرخیز و پر انرژی ان، صبح زود بهترین بازدهی رو دارن و فقط 15% مردم شیرن. 2. خرسها ریتمشون با طلوع و غروب خورشید تنظیمه، بیشترین مردم دنیا خرسن، حدود 55%. 3. گرگ‌ها شب زنده دار، خلاق و ساعتهای پایانی روز خلاقیت بیشتری دارن. صبحها براشون سخت‌ترین وقتیه که میتونن تمرکز کنن. حدود 15% مردم گرگن. و 4مین دسته دلفین ها، خواب سبک و سخت خواب، ولی وقتی تمرکز میکنن شدیداً عمیق میشن. حدود 10% مردم دلفینن. قرار نیست خرس شیر بشه، دلفین شیر بشه، گرگ خرس بشه. هر کسی جای خودشو داره با بازدهی مناسب خودش. تقلید کورکورانه نکنید و اطرافیانتون مخصوصا فرزندانتون رو سرکوب نکنید.